وارد جنگلی شدی که فراموش شده و هیچ کس پا نذاشته. همه جا پر از طلا و الماسه و اسراری که در دل جنگل پنهانه. حالا دو راه داری، یا کیسه رو ورداری پر از طلا و الماس و جواهرات و برگردی. مسیر دوم میتونی یکی از آرزوهای خودت رو انتخاب کنی و بعد از برآورده شدنش به دنیای واقعی برگردی. اما یک محدودیت وجود داره، اونم اینه که نمیتونی ازش بخوای که پول دارت بکنه، اما میتونی علم یک چیز رو ازش بخوای. حالا باید خوب فکر کنی که کدوم رو انتخاب میکنی. ثروت رو جمع میکنی، به دنیا برمیگردی و ازش لذت میبری، یا اینکه جرأت میکنی آرزوت رو میگی و بعد از برآورده شدنش به دنیا برمیگردی و به زندگیت ادامه میدی. اما ناگهان یک اتفاق عجیب میفته. وقتی تو دوراهی تصمیم خودت موندی، صدایی از اعماق جنگل میگه راه سومی وجود داره. صدای پریا تو هوا میپیچه که میگن این جنگل سال هاست که خالی از انسانه و اگر راه سوم رو انتخاب کنی فرمان روای این سرزمین تو میشی. ثروتی بی پایان، خدمتگزارانی جاودانه و قدرتی که هرگز تمام نخواهد شد. اما بهایش بالاست. اگر این راه رو انتخاب کنی دیگه نمیتونی به دنیای واقعی برگردی. اینجا میمانی تا ابد با ثروت و قدرت و سایه هایی که کنارتن. ولی یک گزینه دیگه هم داری، میتوانی از دنیا با خودت 10 انسان بیاری و با یکی از آنها زاد و ولد کنی و بعد از آن تو یک پادشاه میشوی که جهان ابدی داری و نسل مخصوص به خودت را داری. فقط باید به درستی تصمیم بگیری. حالا انتخاب با توه، طلا، آرزو یا فرمانروایی جاودانه. حالا که فکراتو کردی، دوست دارم بدونم کدوم راه رو انتخاب کردی. برام تو کامنت ها بنویس. راستی یادت نره که ما رو سابسکرایب کنی.